حکومت شکایت ساکنان از نبود برق را پروانه می کند. فروش برق به خارج افزایش می یابد. آفت بالای آفت. باز زمین لرزه در ترکیه. باز تلفات جانی. خبر سوختار در کارخانه استحصالی ماهر سمنت یاوان بعد قریب 20 روز حادثه. تأسیس کمیسی ویژه سنجش بناها در تاجیکستان بعد حادثه زمین لرزه در ترکیه و سوریه. حکومت تاجیکستان از افزایش شکایت ها از کمبود برق پروا ندارد و لیمیت برق روز به روز می افزاید. اگر قبلا شبانه برق خاموش می شد، اکنون به گفته ساکنان روزانه هم تقریبا از ساعت 9 تا 17 شام از گرمی و روشنایی محرومند. رادیوی آزادی با استناد از قول کاربرانش نوشت که لیمیت اکنون به پایتخت و منطقه های اطرافش هم رسیده است. بی‌برقی و خانه های سرد بیش از همه زندگی عائله های را مشکل کرده است که طفل خردسال دارند. در خانه های سرد و تاریک فرزندان خردسالی ساکنان بیمار شده و اذیت میکشند. رسما در تاجیکستان از 1 فوریه لیمیت اعلان شد. مردم میگویند این وضع از تیر ماه باز حکم فرماست. این در حالی است که مقامات از بیشتر شدن استحصال برق خبر دادند. جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار تاجیکستان گفت سال گذشته به 106 میلیون دلار به افغانستان و ازبکستان برق فروخته شد. برق تاجیک سبب محدودیت را افزایش طلبات و صرف زیادی آب انبارها نامید، اما نگفت لیمیت برق کی به پایان میرسد. محمد عمر اساسزاده رئیس شرکت برق تاجیک گفت در روزهای گرمی باید برق را قطع نمایند چون استحصال نیروی برق کافی نیست. وضع سالها باز در تاجیکستان چنین است. تیر ماه و زمستان مردم ساعتها بی برق میمانند. بیرحمی رهبریت کشور تا حد همه سرحد انسانی را عبور کرده است که قریب همه روزه در گوشه و کنار کشور از سردی و بی‌برقی خبر فوت طفل یا پیر برجامانده یا بیمار شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای می شود. اما همانا وقت دادن برق به اهالی کم و فروش برق به خارج زیاد می گردد. بر اثر یک حادثه سوختار در کارخانه استحصالی ماهر سمنت ناحیه یاوان ولایت ختلان که قریب 1 ماه پیش 31 ژانویه سال جاری رخ داده بوده است، 2 نفر جان باخته، 8 کس دیگر آسیب دیده اند. اما در این باره تنها روز 16 فوریه اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه یاوان بختیار شریفی ضمن برگزاری نشست مطبوعات اطلاع داده گفته است که بر اثر این سوختار در کارخانه استحصالی ماهر سمنت 1 شهروند جمهوری خلقی چین و 1 ساکن محلی جان داده، 8 کس دیگر زخمی شده اند. با سبب‌های نامعلوم با وجودی در نشست مطبوعات گزارش شدن، تنها دیروز 20 فوریه این خبر را نشریه فرج در صفحه اینترنتیش رسانه‌ای کرده است. به گفت شریفی از ساکنان آسیب دیده در این سوختار 5 نفرشان شهروندان تاجیکستان و 3 نفر دیگرشان شهروندان چین بودند که 2 نفرشان در شهر دوشنبه و باقی مانده ضرر دیدگان در بیمارخانه ناحیه یاوان تحت نظارت طبیبان قرار دارند. از روی معلومات متخصصان خدمات بی‌خطری، سوختار در نتیجه گرم و خنک شده، یخ کردن و بعد یک باره گرم شدن کره سمنت‌پزی به عمل آمده است. در ولایت خطای در جنوب و شرقی ترکیه در نزدیکی مرز با سوریه باز زمین لرزه شدید نوبتی رخ داد. با اطلاع خبرگزاری داچویل مرکزی سیسمولوژی اروپا و بحرمیان زمین شام دوشنبه 20 فوریه خبر داده است که شدت آن 6.4 بال بوده است. زمین لرزه در لبنان، سوریه، مصر و اسرائیل نیز احساس شده است. رسانه‌های ترکیه از قطع برق در ولایت خطای خبر می‌دهند. سلیمان سایلوف وزیر امور داخلی ترکیه گفته است که بر اثر این زمین لرزه 3 نفر به هلاکت رسیده، 213 نفر دیگر زخمی و به بیمارستان ها منتقل شده اند. مرکزی زمین لرزه در نزدیکی شهر سمندک در ساحل بحر میانه زمین بوده است. به گفته شاهدان عینی در شهر انتاکیا در جنوب ترکیه چند بنا آسیب دیده است.
یادآور می‌شویم که 2 هفته پیش چندین زمین لرزه خرابی آوری پای در پای در مرز ترکیه و سوریه رخ داد که در نتیجه هلاکت بیش از 46,000 نفر در هر دو کشور به قید گرفته شدند. از پی زمین لرزه خرابی آور در ترکیه و سوریه که هزارها بناها را خراب و ده ها هزار نفر کشته شدند، در تاجیکستان کمیسی ویژه در کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت تاجیکستان تأسیس یافته به فعالیت آغاز کرده است. این کمیسیون به زمین جنبی، تاب‌آور بودن و مستحکمی بناها را می‌سنجد. خبر تأسیس کمیسی ویژه برای سنجش تاب‌آوری بناها به زمین لرزه در حالی است که نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمانی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی‌اش چند روز پیش گفته بود که بناهای بلند آشیانه‌ای که در شهر دوشنبه ساخته شده‌اند یا ساخته می‌شوند به زمین لرزه 8.9 بلی تاب‌آور هستند. میرزازاده گفته بود برای بنیاد انشاءات در جمهوری وابسته به منطقه با نظر داشت فعالیت سیسمیکی محلی اجازت داده می شود. تاکید کرده بود که کمیته برای سنجیدن مستحکمی تحکرسی انشاءات های ساخته شونده آزمایشگاه ویژه تشکیل خواهد کرد و این گونه سنجش ها حتمی خواهند بود.